نشأت جلابان برای انتقال مواد مخدر در سالهای اخیر از راه و اصولهای به گفته مقامات زمانوی استفاده می‌کنند. از جمله آشکار شده است که داخل قسم‌های کامپیوتر، رادیو و بازیچه‌های کودکانه را همچون مخفیگاه استفاده می‌برند. اصولهای نو مثلا استفاده اسباب‌های کامپیوتری اینا در داخل جیگیدا، در داخل کتاب‌ها، در داخل ماگنیتوفونی، که ماگنیتوفون اسباب تکنیکی میشه، که می‌دونیم که این علاقه از اون شاهد می‌ده که در عصر 21 زندگی کرده شده. با گفته مقامات در نیم سال اخیر نشأت جلابان با استفاده از مخفیگاه‌های ناعیان کوشش می‌کردند مقدار کمی مواد مخدر را انتقال دهند. اون آدمانی که همین مواد نشاور را قاچاق انتقال میدن، اونها فکر میکنن که هر روز یک اصولهای نو رو اختراع کردن میبرن. یک فکر میکنن که مقامات حفظ حقوق هم از اونها خفا نمیمونن. با وجود آنکه مقامات از پرزور کردن نظارت گردش مواد نشأه‌دار خبر می‌دهند، در 6 ماه امسال نظر به سال گذشته شمار انتقال دهندگان آن افزوده است. در 6 ماه سال روان ساختارهای مقامات حفظ حقوق 2 تن و 365 کیلو مواد نشأه‌دار را مصادره کردند که نسبت سال گذشته 100 کیلو زیاد است. 2017 مسئولان آژانسی نظارت مواد نشأه‌دار میگویند زیاد آشکار شدن نشأت جلابان نتیجه اصولهای نوی مبارزه ضد معاملات غیرقانونی مواد مخدر است. از جمله دوام نیم سال 2 فسادخانه را در شهر دوشنبه آشکار کردند که با جمع آوری و پهن نمودن مواد مخدر در بین مردم مشغول بوده است. حالت مذکور از ماه مارت مورد کارکار قرار داشته و روز هفتم ایول نگهدارندگان و راهبر این فسادخانه ها دستگیر شدند. نگهدارندگان این فسادخانه گروه های استوار جنایتی بوده. اعضای این گروه 2 مراتبگی برای جنایت های مخدراتی و جوابگری جنایتی کشیده شده بودند. آنها مواد نشآور را بسته‌بندی کرده در حدود شهر دوشنبه، نویای حصار و دیگر نویای جمهوری پهن می‌کردند. در یک سال اخیر وضع ناآرامی شمال افغانستان نظارت مرز مشکل شده است. کارشناسان میگویند یک سبب زیاد شدن انتقال مواد مخدر چه در مرز و چه در داخل کشور زیاد شدن نفوذ گروه‌های جنگجو در آن طرف مرز تاجیکستان است. مقامات افغان هم این ادعا را رد نمی‌کنند که در این اواخر فعال شدن گروه‌های افراطگرا نظارت از بالای استحصال مواد نشأه‌دار را مشکل کرده است. زمانی که میگیم که مبارزه علیه مواد مخدر به صورت جهانی صورت بگیره و مشکل جهانی هست، فقط تنها با کشت افغانستان نمیتونه که به دیگر کشورها مشکل ایجاد بکنه، ولی در اینجا مسئولیت این هست که و هر کشوری که در اونجا مواد مخدر به شکلی از اشکال مورد استفاده قرار میگیره، ترانزیت قاچاق میشه و بازار از وجود داره، بالاخره به این مشکل زیده خلستن و باید در حلش هم باید یک جایی تلاش بکنن. دهقانان در افغانستان عامل کشت کردن کوکنار را وضع دشوار زندگی میدانند. در این منطقه قندهار افغانستان از نبود شرایط تحصیل حتی نورسان هم به خانواده‌های خود در کشت و پرورش کوکنار کمک میکنند. ساکنان میگویند بعضا مقامات هم اجازت میدهد که آنها کوکنار کشت کنند. ما کوکنار کشت میکنیم. ما از مقامات کمک دریافت نکردیم. ما در عائله 20 نفریم. من باید آنها را خورانم. ما مردمی کم بیزاتیم و در دهه مشکلی زیاد داریم. در دهه ما بیمارخانه یا نیروی برق نیست. حکومت مثلا هیچ کمک نکرد. زیاده وقتی مجبورم کردم نه برق دارم، نه اوبه دارم، نه برسنا دارم. نقیب الله مجبور است به پدرش که به پرورش کوکنار مشغول است کمک کند. این نورس مثل اکثر کودکان افغان که از دسترسی به تحصیل محرومند خود را یک نانآور خانه می‌داند. من به کشت و کار کوکنار مشغولم. در اینجا نه مکتب و نه مدرسه است. همین طور من به پدرم در میدانهای کوکنار کمک میکنم و به آنها کار میکنم. طبق اطلاع وزارت تندرستی تا امروز در تاجیکستان 7102 نفر از جمله 183 زن نشأه‌مند ثبت شده است که نسبت سال گذشته 80 نفر کمتر بوده است. تنها در 6 ماه سال روان 341 نفر همچون نشأه‌مند به قید گرفته شده است. شادمان یتیم، آزادی، دوشنبه.